توی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو. یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. من در واقع طرد شده از تلویزیون و رادیو و همه اینا شده، ولی عجیب بود، اصلا برات مهم نبود، اصلا مسئله نبود برای من. برای اینکه من خواندن رو دنبال این نبودم که بخوام معروف بشم یا دنبال شهرت و این چیزا بودم. خوندن رو برای من مسکنی بودش که در هر شرایطی میرفتم بالای طبقه سوم میشستم برای خودم میخوندم و لذتشون میبردم. ولی چون در مسیر یه مقدار با زورگویی طرف بودم، یه مقدار با مسئله اجازه و مجوز تو طرف بودم، تعجب میکردم که باعث شد که ما تلویزیون دیگه نتونم برم. تا اینکه اتفاقی که با ایرج جنتی و بابک و اینا پیش اومد، علی کنکوری و جنگلینا، که اونم مجوز نمیدادن به این شعرها. دوستان راهشو بلد بودن از طریق فیلم میرفت مجوز میگرفت، این آهنگ هم جزء فیلم محسوب میشد که مجوزو گرفته، که بعدها هم برای آهنگ برای فیلم هم باید اجازه میگرفت. البته قبل از این اولین آلبومتون به من نگو دوست دارم، به من نگو دوست دارم، اولین که پرویز مقصدی، اون کار مقصدی درست. و بعد البته توی این پروسه ترانه‌های خب خیلی زیادی خوندید که خورشید در مرداب، علی کنکوری همینطوری گفتین، جنگل، دست‌های تو، بله، و قفس، و این ترانه‌هایی که پشت سر هم هی گل می‌کردن و خیلی بله. دوره بودش که هیچ رسانه‌ای، تریبونی نبود، همش هم برای فیلم. دست‌های توی اردلان سرفراز با شمالی زاده یکی از کارهای بسیار زیبایی من بودش که در فیلم دشنه با حضور بهروز وثوقی انجام شد. که بی تو خودمو تک و تنها میبینم، هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم. حالا اولین بازداشت شما به دست ساواک زمانی بود که ماجرای توهین به عکس شاه پیش اومده بود، ظاهرا که شما رو گرفتن. البته زود مرخصتون کردن. ولی انگار بعد از این دیگه پیگیر شد ساواک دنبال شما. یعنی اینطور حساس شدن راجع به مسئله. بله. حالا باز به مسئله بازداشت توسط ساواک که بعدا خیلی جدی‌تر بود ما برمیگردیم اینا، ولی تو این پروسه ها شما موضوع عاشق شدنتون پیش اومد. و به دنبال ووجی بودید. بله. که مدتی دنبالش میگشتید و بالاخره راضی شد و شما دیگه سالها بعد ازدواج هم کردین با هم دیگه. حالا با همین ووجی، زمانی که شما آماده بودید قرار بود برید شمال با هم دیگه و تلفن زنگ میزنه قبل از اینکه راه بیفتین تو خونه و بهروز بهنژاد به شما زنگ میزنه، میگه که اینجا بیا، یک آقای فیلمسازی از خارج اومده و میخواد یه فیلم درست بکنه و دوست داره که شما تو فیلمش بازی کنید و یک آدرس خونه میده، میگه که در اثر وقت هم خودتون برسون به اینجا و شما هم اول نمیخواین و بعد بالاخره اصرار و شما میرید و در اونجا ما زیر نظر بودیم. من حتی یک هفته قبل از این میخواستم با خانومم برم شمال که بهروز گفت این کارگردانه داره 2-3 روز دیگه میره، بیا بشینیم. من اون احساس خفقان شهر رو حس میکردم، یه فضای غمی گرفت، میخوام فرار کنم از این شهر. گفتم بهروز جان بذار من برم برگردم. من گفت داریش این داره میره، این سناریوش خیلی قشنگه. چون از اونجا که با بهروز خیلی دوستم دیگه قبول کردم که بریم با هم دیگه بشینیم. نشستیم داریم راجع به فیلم میخوایم داریم صحبت میکنیم، لب حوض شمران قدیم و درخت‌های سر به فلک کشیده. تلفن زنگ میزنه بدون اینکه من حتی شماره حسینی که منزلش هستیم رو بدونم. خیلی مشکوک بودش که این تلفن خیلی میزنه من افشار هستم میاد که ما میخوایم قرارداد با تو ببندیم برای آبادان، میخوایم کنسول. گفتم الان وقتش نیست با من صحبت. شما شماره اینجا رو از کجا گیر آوردین؟ نه من عجله دارم میخوام برم برگردم آبادان، باید من قرارداد ببندم. تا الان نمیتونم، ببخشید قربان شما، خدا نگهدار. خیلی مشکوک، حس خوبی نداد اون، چرا که از
اولش من برای اینکه با بهروز بهنژاد بیام اونجا هم امتناع میکردم که من باید برم سفر. نتیجتاً دوباره این آقا زنگ زد دیگه. من عصبانی شدم، گفتم آقا چی میخوای؟ من نمیخوام اصلا کنسرت بذارم. قطع کردم. 10 دقیقه بعدش بودش که مثل میخوان یه چریکا رو بگیرن، تکون نخور و بگیری با بند و به این صورت سرسلایی در رو شکندن و وارد شدن و هر کدوم از ما رو در یه گوشه‌ای در اتاق قرار دادند و شروع کردن بازجویی و بعد دیگه چشم‌بند ببند و راهی علمی. شما 6 ماه در زندان انفرادی نگه داشتید. بله. و مجموعاً 9 ماه شما در زندان بودید اون موقع. چی می‌خواستن از شما؟ والا تمام تصورشون بودش که ما شریکی داریم کار میکنیم، روی برنامه ریزی داریم کار میکنیم. حساب بانکی منو چک کردن، دیدم پس حساب بانکی پولی نیست، پس پولا یه جایی داره خرج میشه. با کی روابط داری، با چه کتابایی خوندی و تمام سوال جواب هایی که متداول دیگه همه کماکان اون سبک ادامه داره. البته شما میگید که به هر حال هیچ وقت به اصطلاح شکنجه فیزیکیش نکردن شما رو، ولی شکنجه روانی خیلی بدی بود برای شما از هر نظر. یک صحنه هم صحنه اعدام برای شما تشریف دادن. بله دقیقاً. شبانه ساعت 12:02 بود اومدم چشم بسته که حکم روز 7-8 این مسئله گرفتنم بودش که چشم بسته میبرن سربازا، مثل این که دیالوگ‌های مشخصی رو بایستی با و من میخوام بزنم تو مغزش، یکی نه من میزنم توی گلوش. همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و یه نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سرصداها مثل فضای کله من میپیچیدن چی داره کجا چی کار دارم میکنم. بعد نه امشب گذشتم تلفن زده شده از بالا، تلفن زدن که فعلا دست نگه داری. این بزرگترین شکنجه هایی بودش که اونجا روحی روانی به هر حال آزادتون کردن. منتها بعدش شما اولین ترانه‌ای که بعد از آزادی زندان بود ترانه مترسک بود خوندن. بله. که باز شما رو به خاطر اون دوباره گفتن که بیان توضیح بده که این ترانه چیه، که همین نوارا و همین چیزا رو هم بردن. این ترانه رو بعداً یک خواننده دیگه خوند با تغییر یکی دو جمله توش. درسته؟ دیگه ما این مترسک بشه عروسک اصلا شکلش عوض میشه. حالا شما بعد از اینکه مرخصتون میکنن و یک آقایی به نام پرویز از طرف ساواک مدام پیش شماست، فقط با این شرط، برای اینکه شرط گذاشتن که ترانه برای تولد شما بخونین و برای اینکه مطمئن بشن این ترانه خونده بشین، پرویز نامی با شما هست، خلاص شبانه روز با شماست که مطمئن بشین این اتفاق میفته. و بالاخره هم شما یک ترانه طلایه‌دار قرار بود که شما اینو بخونید. ولی عملاً طلایه‌دار مورد تایید قرار نمیگیره، برای اینکه مؤکداً دستور داده میشه که باید اسم شخص اول باید توی این ترانه بیاد که بعد ما رسول رستاخیز رو اجرا میکنیم. یعنی اجرا کردین. البته اونم که اجرا کردین که اجرای زنده‌ای که بود روز برنامه روز تولد شاه، بابک نازنین پشت سر من بود، بابک بیات. بعد حتی این آگاهی رو نداشتن که یه شعر باید ملودی ساخته بشه، باید روش کار بشه. همون لحظه تصمیم گرفتن که نه، ما طلایه‌دار اجرا نشه زنده، چون برنامه میرفت رو آنتن. باید بابک هم برای اینکه واقعا به من کمک کرده باشه، شاید ایرج هم این هم ایرج جنتی هم همین نگاهو داشته که داریوش رو از این شرایط در بیاریم، تلاش کردن که
این ترانه رو بخونم، ولی چون ملودی نداشت خیلی شکسته بسته خارج از نوت رو اجرا کردیم که خیلی بعدا گفتن اونی که پشت سر تو جای بابک گفتن اون ساواکی بود داشت به میگفت چی نام تصور یه عده‌ای از مردم. ای ابر مرد شرقی ای کو ای نگهبان قدسی خورشید. آیا واقعا هیچ ارتباطی با این مسائل سیاسی نداشتی؟ من اصلا دنیای عشق و موسیقی بود و خواندن بود، ولی همیشه میگم زندان اوین و زندان‌های دیگه ایران برای من دانشگاهی بودش که من کجا دارم زندگی میکنم. به طوری شما رو آگاه‌تر کردن نسبت به مسائل سیاسی. من بعد از زندان بیشتر گرایشم به مسائل اجتماعی سیاسی بیشتر شد. ولی به هر حال حالا یعنی سابق از یک نظر شاید فهمیده بود که در لابلای این ترانه‌هایی که شما می‌خونید ترانه‌های اعتراضیه و مسائل اجتماعی سیاسی جامعه رو به طوری میگریه. شما مثلا بوی گندم، زندانی، قفس، یه طورایی این مسائل توشه دیگه. اصلا شما به عنوان یه خواننده معترض شناخته شده بودید. روح جنگل سیاه با دست شاخه‌هاش داره روحمو از من میگیره تا یه لحظه میمونم جغدا تو گوش هم میگن پلنگ زخمی ببین ما فصلی که ما شروع کردیم نگاه ترانه نوین، نگاه دوستانم، نگاه همکارانم، این تیم که تشکیل شد اصلا نگاهمون با موسیقی قبل فرق داشت. مثل جنریشنی که الان هست سبکشون فرق داره. ما موسیقی با زبان عشق اعتراض کردن بود، زبان خشم نبود توش، زبان تحریش کردن مردم نبود، زبان اسلحه به دست گرفتن نبود و این منو شوک کرد که در جامعه‌ای دارم زندگی میکنم که حتی نمیدونن مردم عادی نمیدونن پشت چه خبره. همیشه میگم در سیستم قبل بود خیلی مسائل بود انعکاس پیدا نمیکرد، مثل الان که دوره‌ای که الان دوره دیگه است، هر اتفاقی میفته همه میفهمن. اون موقع هم همیشه میگم این رژیم بچه اون رژیمه. ولی مثلا ترانه جنگل آیا اشاره‌ای به مثلا جریان چریکی نبود؟ ببینید نگاه ایرج جنتی عطایی طبیعتاً سیاه‌کل بود. طبیعتاً بینش سیاسی اون به این مسئله بودش که نگاه سیاسی داشته. من اجرا کننده اون مسئله بودم، به من یه آگاهی داد این مسئله. من در کنار این عزیزان آگاهی سیاسی پیدا کردم، فهمیدم در کجا دارم زندگی میکنم و الا من به عنوان یه خواننده سیاسی هیچ موقع نگاه نمیکردم خودم خواننده سیاسی هستم. من خواننده‌ام، انتخابام چیزیه که حس من به من دستور میده که اینو بخون، اینو اجرا کن، اینو اجرا نکن. ولی زندان، بعد از زندان من یک عقب نشینی بعضی موقع میگم بهتر از حمله است. من یک عقب نشینی بسیار دردآوری کردم، خودم رو خیلی سرزنش کردم، رسول رستاخیز خیلی زیر سوال بردم. من 2 انتخاب داشتم، یا منزوی بشم، یا کشته بشم، یا زندانی بشم، یا اینکه برگردم. عقل سالم به من گفتش که ادامه میدم، عقب نشینی میکنم تا برای یک دوره جدید خودم رو مهیاتر کنم با دیدگاه تازه تر، با مسائل سیاسی که در جامعه هم بود که کماکان هست. اون مسیر من کماکان ادامه داره. اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است.
همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود.